سلام بچه خوش این ویدیو میخوام بریم دوباره پک بزنیم دفعه 24 دوباره لیتس گو. خب سلام بلادیای داداش اومدیم خیلی خوبی داده و این دوتا رو هم بچه ها از خوب از بد به خود همیشه انجام میدیم. از این من فشار خوردم بچه من به این ویدیو رو ببینید 75 81 بهم داد 81 و 82 برید اون ویدیو رو ببینید و فشار رو بدید چی فشار جوان 70 نداد. خب برید برای بازی 120 تا بدیم این رو داخل خوب لا هست بچه من بیدارشون میکنم این تبلیغ من ببینم تو پک بیشتری بزنیم و یه سری ویدیو استاپ میکنم. اوکی بچه ها دوباره اومدیم پکو گرفتم بریم حالا دوتا بچه ها باید بزنیم بد داد حالا نمیتونه بیا خانم مامان حفظم کن بدی نمون بیمازی نمون وای وای پرتقال شبنزی رفتی و بریم این پک این مبارزش میزدیم مبارزم یه بار دیگه هم بزنم نه این خیلی ویدیو خوبه بود و توی قبلی رو خیلی افتضاح آخرین چیز میتونم افتضاح داد بزن بد بده تیم بازم آرژانتین سلام سلام وای نه هلند نداشتم هلندو به اون داد یادم بد داد یه خیلی شده بالا بدم آنم نابودم میکنه بابا هلندو داد چه پشمو بکی بود وای وای نه چرا داشتم خدا تو پک ما رو ول نمی کنی وای برزیل رودری دارمه همش تو قبلی گرفتیم هم پلاتینی رو گرفتیم فکر کنم هم کارواخال همون رو گرفتیم با رودری این هم گرفتیم هم
گرفتیم. یه پک خیلی خوبی و آخر 5 فرانسه با فرانسه یک وقتی دیگه نداریم بریم اینجا شده بزنیم این بناسم چند داره 26 not bad خیلی خوب نه سلام بچه خواهرم بود ببخشید بگم اینطوری زدم نشم بهش خورد دیگه شانس ماست سیما خیلی نمود از پک اوپنینگ ما نمود از پک اوپنینگ بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خیلی لذت برده باشید تا ویدیو بعدی گود بای چی شد یه دفعه چیزی اومد صفحه اوه اینا اومده بچه میزنیم بعدی خدافظی این بودم رفت استوب کنم ببخشید بچه استوب رو بزن بچه این کاپ رو من زدم چی بهمون داد بعد داد بچه تا ویدیو بعدی گود بعدی ویدیو خدا دیگه هم بذارم برای یه پک که میخوام بزنیم پک خیلی بمبه یه ویدیو کدام میذارم اگر این ویدیو رو دوست دارین لایک و بذارید گود